سلام بچه‌ها، من یلدام، کارشناس بیهوشی دکتر مفرد. امروز می‌خوایم چند تا از سوالاتون رو با هم دیگه جواب بدیم. دستگاه پالس اکسیمتر که میزان اشباع اکسیژن خون شما رو اندازه‌گیری می‌کنه حین عمل. این رو ناخوناتون وصل میشه، برای همین بعد کاشتتون قبل از عمل 2 تا انگشت تو هر دست ریموو بشه. این 2 تا انگشت. بچه تایم جراحیتون بستگی به نوع بینیتون داره، ولی معمولا عمل جراحی دکتر مفرد حدودا 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم طول میکشه. بچه 8 ساعت قبل از عملتون باید ناشتا باشین و چیزی نخورین. آزمایشاتون رو 2 هفته قبل از جراحیتون حتما انجام بدین و جوابش رو توی واتساپ برای ما ارسال کنین که اگر مشکلی خدای نکرده بود ما وقت داشته باشیم که براتون حتما اصلاح کنیم. خیلیاتون از این میترسین که حین عمل به گوش بیاین، همچین چیزی اصلا امکان نداره. ما کل علائم حیاتیتون رو حین عمل چک میکنیم و اگر هر گونه علائمی من باب اینکه شما لایت شدید و بیهوشیتون کمتر شده اون موقعش حتما بهش رسیدگی میکنیم. اصلا از این بابت نگران نباشید.